سلام دوستای عزیز، چطور هستید دوستا؟ خوبی؟ جانشیم جوره بخیر دوستای عزیز. خوش آمدید در امروز نه برنامه از ما، در امروز نه ویدیو از ما دوستا. رأیم خانه آبه بهزاد آقای دوستا قنجقه از شما یک جای مورم امزو روزی که آبه بهزاد آقای آبه سلیم آقای اما در افتتاح چینل از ما دیگه آبه بهزاد آقای رشی آلاوال ندارم، از خاطری که محرم پیش روی بود دیگه تا محرم تیر شد دیگه گفتم برم یک دفعه شیال اول بگیرم که چیز دمگم داره کجاست و دیگه دوستا خودش من برنامه غیر گوش دادیم که کشکشی داشت در خانه نو رفتد. برم یک خانم بارکیم برم پرسان کنم که چیز دمگم داره چیز آلاواله یک دفعه متبخشی برم دیگه بین بر دوستا بخینیم یک جای. خب دوستای عزیز امرقم که گفتم از خانه قنجقیشی که مورم در بیخی آبی بهزاد آقای بعد از برنامه نازی و آته بهزاد آقای دیگه بعد از که چینل از من افتتاح کرد دیگه آقای دوشت نگدی ماشین خبرآوال نگرفتم تو در چیز آلاوالی چیز دنگم بره گوجشی کرده ماشالله در خانه نورده اینانی اندم دیگه باشی بخیر سلام کنم کنم باید برمکیم ابو سلیم دوستای عزیز سلام، امید که جور و صحتمند باشین. دوستا خوش آمدین باز در برنامه آبی سنا آقای دیگه این خانه آبی بهزاد آقای رمده ما خودی جانیم هم همیتر محرم پیش روی بود دیگه محرم هم آتیج از یکیگه خالاوال نداره مطمئن دیگه تشی اشتی بلیزی که بخیر محرم گوش نه از بار دیگه برنامه ها بلدشون ری انشالله دیگه سلام بده دوستا. بیننده های عزیز سلام، امید که جان صحتمند و سرحال باشین دیگه باز خوش آمدین در امروز ویدیو از ما دوستان میخوام که بشونین دیگه ما از خانه حرکت کردیم و مادر در خانه مادر بهزاد آقای مینالی آقای جان تونه سلام کنید. برنامه خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام خدمت همه بیننده عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین دوستان و ما عزیزا کلگشون خوش آمدین در این ویدیوی آبی ما بسیار خوش آمدیم که اینا معرف هم دیگه جناب نازی آقای را کلگشون را خوش آمدیم میگیم که امروز قدم رنجیده امنم پولیس بود مخصوصا این آقای ما که تازه چینل زده چینل اجتماعی مهتاب رضایی است که پیش محرم شده نه دیگه پیش میگیم دوستان انشالله که مهتاب قادم را شما خوب حمایت کنید تشویق کنید که پیشرفت کنند دیگه ما بسیار خوشحالیم که امروز آقای کنیم در کنار برو میگن چای آبده دیگه دور هم جمعی جای شما خالی دیگه باشه که آقای مزه چیز مفیدی داره باز خیر قصه ها هست دیگه آبی سنا آقای کسته چینل جور کده بیچاره دیگه چینل این دوستا حمایت کنه این دوستا بخیر تمام نمیدن خب انشالله که حمایت مونه دیگه دوستای نازنین در چند وقت که محرم بود دیگه بس محرم از مثلا از آدم امام حسین مثلا شکرم کردیم و رفتیم ولی ما خدایشی امسال که بودک مهمان جای فرق میکرد دیگه چون اینجا خیلی مثلا دیگه انشالله دوستا بیشتر تشویق کنن که ما بتونیم که دوستا قد از ما عادت کنن و قد دوستا عادت کنن نه نمیتونیم دیگه خدایشی دیگه دوستا شما تشویق کنین اما تشویق شما باعث میشه که دوباره برگردیم واقعا ما دمی مخصوصا در ایران که بوده که کم نبود آقای خب ایران در بعضی بر نخواه ما البته تاریخ روز میگیم در ایران که بود من گفتم خیلی بید اجازه خیلی هم با احترام داده نه اگه اجازه شما نه یعنی اینجا رقم شد در مجلس ماری فقط او دعا او تزبیر نخد قبولش نخواه مقصد نماغه شروعاً دو کیرا مثلا جمعی که مثلا می یوتیوب داریم هر کس در شخصیت خود کارنامه هر کس در رقم خود کجا باز برعکس خبری از ما سلیم رفتیم تو شو در امامباری مزاری چیز نوحه خواندم اول شوش که خیر دوم شوشی بعضی از دوستا زنگ زد که این شو بیا واتر بیا اصلا اولی نه همشای دوم نخوان سوب شی بچه نان یک سای از این دمینه گروپا رفت اختار ویدیو بود که آفتش تمام اونار چک کرد نکی شما بچه پرسان که چرا در اجازه اسکی رفتنه و حقاندنه میسیجا آماد اختار آماد اون هست اسکرین شات که دارون اینجا که یک تنه بچه مریاباتی بود در اختار
چی برای چی شهر سلیم رفتن آها خانده و آسخانه در رای خواره نه و آدم نمیشه که در وقت شاق شد آدم مثلا در وقت شاق شد آدم آهنگ میخونه در وقت عزاداری آدم عزاداری خونه این نیه که ما در صفحه مجازی کار کنیم و بفید که از خدای گذشته ورقم نیست ما علمی خواهراییم که در مجلس میان مثلا ما در دو جایم سه جای خودم دیدم زیاد نمیگردم چون محیط پاکستان بلده من ناوه ما زیاد نمیگردم خود است یعنی دو سه جایی که ما وجودم حلال صاف میگه یا پول حرام جمع کنه و چی دلیل حرام جمع ما که سیدم حلال ترین پول را دوستان ما میگرم ما خودم شخصا مادر دو بچه دیگه هر کس شخصیت خود داره هر کس شخصیتش خودش بستگی داره این رقم نیست که همه رشون بد بودیم مثلا هر کس که آوازخوان بود در وقت آوازخوانی کنه اینا این ماه محرم رو به احترام امام حسین هزاداری خم کده لباسیای خم کشته گریه خم کده دوستا دیگه آدمو مثلا احترام امام حسین و چند وقت فعالیتم ندم خود جان شخصا گفتم ماتر کنم دیگه یعنی کلا شخصا میشه خب شما در آهنگ راضی نی در نوه راضی نی شما در چیز که راضی یا هیچ وقت قضاوت به جای نکنی نه مثلا نمی باجی ها که من میخوانه نه البته دور از جان خوبی هاشیم فقط بیا از بله سفره و از صدا بیره پروا نداره یعنی مثلا خیلی از باجی ها میگه مو آوازی نباید در نامحرم ها بوره نه یعنی که اگه هاشون در نامحرم ها نره ما خودم شخصا روش کدوم شیندم که روزی 13 روزی عاشورا روزی تاسوعا کلا به سرگاه روزه میخوان دو سینه میزنن مثلا روزه نامحرم نیه که این مردم شریف میه خطبینی غیر شریف می مثلا دوستای از ما در خارج یا دور از فامیل دوست رکسایی که نه هموطن کنن این چی بهتره دیگه حالا هم دوستا پایین بیدار شدیم چون بواز کنیم دیگه یک نفر را قضاوت نکنیم از چشم خود از او که امور کن بود از چشم خود که درار انتظار دیگه از نظر از ما که کار دیگه آدم درس میخوانه تلاش نکنه مردم هم در قدم زو مردم آره قدم زو جامعه آره نه رابطر شنید رابطر پیش مثلا مریض زنانه نیا مریض مردانه نیا و میرن مثلا در خانیخی ایدیومی از خانوات که خیلی این چی فرق مند مثلا کل این میگه پول حرامه این چیز حرامه مثلا اونو حرامه دور جان ساتور جان که خیلی آدم خیلی حرفای بر را میشنه دختر خانمای جوان امروز که مثلا چیز وضعیت از چیز روز آدم میشنوه دیگه همین خانمای جوان ما را چادری دیدن خود صدقه بود کاش نخواهش روش از بالوایشون بالا 20 راز نمیگه من یعنی مثلا خدای میخواسته آدم برو 20 دقیقش دقیقایی ده یا در کاری بده یا یک غیرت و شهامت کنه یی بهتر هیچ وقت قضاوت نکنیم دوستا او دعاها که گفتم شد او صلوات ها که گفتم شد او مثلا بیایجه که باید یک نفر قضاوت کنه نه تو چی خبر داری از مادری مثلا تو از ما چیز خبر داری زندگی از ما چیز خبر داری سرگذشت از ما چیز خبر داری ما چیز اختیار کشتم یا از زندگی آقایب چیز خبر داری یادم پرگویی نشنه امیدوار دوستان راحت نشنه این بنده همجور کسایی میگیم که کم فکر شی قدیمه نه؟ آره آقای ده خوب موضوع اشاره بخور از این حالی که از یوتیوب قصی کرم شروع به ولی خیلی شوق داشتم که در این محرم از خانده و آره از یوتیوب قصی کرم شروع به ولی خیلی شوق داشتم که در این محرم از خانده و از نوه خانده و از ماتم ما جو بگیرم بیانم ولی اجازه در من نداد بخی این که در چیش میبد سن از مو مردم سیدن سنمزی طبقه یوتیوبرام آفرین موگهی بناها ای جنگه ها ای هر چیز میشه ای به خاطر یوتیوبرها سر از ممایه حال ما خدای میخواسته این چیز به حجابی بید مثلا دیگه نه دوستا خوب در به حجابیه که بود که اگر ما خیلی گفته مثلا اینانی ویدیو تراس نشنه دوستا سر از ما ناراحت نشنه که بگه یک کلامکاری منه نه کلامکاری نیه دوستا مادم حرف بگه در موضوع ازی بگه که ما مثلا از خاطر از ما جمع شده از خاطر از ما شده اما ما این دمی سرک اولین دفعه یک ماه کلاش رو میدونم که ما در ایران 5 سال زندگی کنم خم ندیده دمی سرک که بود میشیم مرد و زن یعنی میشکنه دوستا مرد شنستم شن زن شنستم شن نه یک روز مثلا سپری سلوات تو سای پایا و دستای از من مفت نو خالی جنبال یاد بودم ام پایا و دستای تو ما می منچ مثلا خودش ما دیدیم ما به اجازه هیچ کار نمو به اجازه کس دمی سرگاه کی این میت به بعد مرچه و شور مخ نه زن نه مرد
نه جوان نه پیر فرق میشه هیچ قضیه این گناه نیست. پس این گناه دیگه آدم اگه مسئله گناه باشه نه. خدا ما این 5 روز 6 روز از روز اول محرم بشاره خاله خیلی بدن خوب بود بنده خدا روزه داشت تا این روز را ختم شد. ما میتونستیم که زیر روزه خوابیدیم بگیریم فقط نگرفتیم. مو نامیم ده پشت بود نه خوب که نگرفتیم ما خیلی دن ساعتی اون روز روزه بود میجا گرفتیم دبل 4 اما چه داری پاک دیگه اون نفر از قد خانه ما او چقدر بلدیز مثلا کلی گیفت خاصه 4 نفر ما دل میتونی نماز شام ما دیگه تو ذکرت میخوایی پیسه درآمد کنی فقدر دیگه گویا من پیش روی تنیا صافی گفتم که ما گشت تو باشه آره دبل چیز کم 4000 است نه باز گرفتیم پاک بودم ما میگم که مو محدود در کتابی نه مثلا مگه فلانیا در یوتیوب رفته کارونه پیسه حرام جمع کنه بعدم تو در بازار که موری تو را باز روش نه تو که میپور مشی تو را مردای نمحرم مش نه او که دو نفر اضافه روش کرد این کوسا باشه که من رو امی گفته خودم زی پاکستانی امی رو جنزی ابو طالب چیز علاقه در ماه روزه ما برشتم فقط بله خرید پوشتم ما این خدا خود خونوزی اونوارم باید آدم جدی بگیرد یا وقتی گناه باشه او هم گناه دیگه من تو زنی میرکنم دیگه یادم دوستا باید فکر روشن بگیم خیلی دوستای خوب داریم تشکر ما از دوستای خوب دارم ما تشکر از دوستایی هم دارم که درباره از ما قضاوت بد منخواه او خیلی دیگه آدم اومدن خانمش هم میگه بیبی زینب که بیبی حضرت زهرا بیبی زینب میگه غیبتگوی نداشته فدایشون مو خیلی بزرگ کرد او گفتد ما غیبتگوی ندارم رفته در قلبی لده شکم خواسته کده که ما بلده پشت از ما مردم هر دیگه ما گناه میکنم شنن یالا ما خیلی خوشحالیم که بدبین زیاد دارم غیبتگوی زیاد دارم مو بین غیبت قدرتر بگی نه؟ آره دیگه منوش کمالا بیزاریم دوستا دیگه چیز کار کنیم دیگه دیگه جامعه از ما شما به خدا دیگه آدم باید فکر روشن بگیره اگر مو هم دست یک بیخ نشنیم اگر مو هم صدای یک بیخ نشنیم هیچ وقت هیچ جای آرام نمیتون اما نمی شرموشور بخیر چیز بکنیم خاطر مو در جان هم دیخ مفتیم تا میدونیم نزنیم دیخ باشتی چه بوره خیر آقای جان خدا بخینیم دیلای درد نکنی نه آدم ها رقم در جامعه ما در فکر و ذکر کاربار صدام باشی و دیگه آقای جان از تو گفته چیز که چند سوال دارم از روزی که برنامه نانسی پنجره تلویزیون لاله از تو خلاص شد دیگه تلویزیونش نکتیم نه دیگه امیر تو بخشی از ما بخشی دوستا بودی که زیاد بده تو فشار بود نه احساس شد چقدر تاثیر کرد بله از نگاهی رو چند ما یک ویدیو بله دوستا گرفته کنم میخواستم نشر کنم دیگه باز باش معطل کنم یا جای که سالی ما دیگه به خاطر که اون پایان فیلم رو من نوشتم که دوستا خاطرش جمع شدن دیگه یه دونه فیلم دوستا حق داشت بگیریم واقعا از نگاهی که بودی فشار سر روحیان خیلی فشار داد یعنی باز قیتا نه یکی او فیلم سر از ما فشار داشته یا این سوجه سر از ما فشار داشته بیشتر همین کامنت های از مردم سر بد تاثیر کرد نه مو طرفدار زیاد داشت یا به حساب فقط روی گوسیده نه بود دیگه نه نه خب همون 3-4 دانه ما رفتم ما مفهمیدم که 4-5 نه آفرین پیش ما رفت ولی ما همون دوستای خوبیم که دوستایی که ما میشناسن دوستایی که طوری 2 سال ما میشناسن ما یکی چینل نبود ما این چینل شد دختربار راست دور جان سرمازی بال برده شد ما یک چینل درون که باز دوستان نداره به نام بصیر نظری و یا 300 زد اونو با اینا نزدیک 30,000 سابسکرایبر خو اگر دوستان ما بعد می‌کنم یک از محتوای بعد ما تصویر مقیم می‌کنم ما در مرحله 30,000 سابسکرایب نمی‌رسیم داشتیم اجازه نداشتیم که باشیم ویدیو از مراسم عزاداری بهش می‌دیم خیلی اب ناهان بودم ناهان می‌خواندن نشد ولی مو متأسفانه ناهان البته ما در دوران مثلا رفیقی زیاد خواندم ناهان دیگه اول صدامتانی یا دیگه خواندمتان نتونستیم دیگه الان ما صدا تشکر دیگه این روز هم دوستا 15-16 محرم دیگه آقای نزیه بعد از آره دیگه بعد از 13-14 محرم نخوانی از ما دیگه ما بسیار خوشحالیم که بیتون چای خوب اینجور باشه الان ما برنامه آخری از تو که قطنازی بود نه که ما شعر خواندیم اونقدر دوستا خوش داد نه
خوش شیر ما آره با خود تو ما قدر از شیر این مسئله کوشش کنده دوستا شیر هم بودن بالوی ازی که آره دیگه بعد ره نه آه بالوی زو بودن شیر هم جو زیاد علاقمند دکلمه هستم که مثلا خیره. استیج غلط نشد دوستا با تربت آه نکرد خیلی دیگه تو کم فوق عقل میک آره تکمیلی باشه نه پس میشه هم بهش مشکلات ها رو آره انشالله کسی بابد ممکن باشه دوست ایوانده نشه دیگه شما چیز دم بودید به چند آره، شکر. نظر من از طرفشون بود این نظر دیگه دبال هم هست دیگه نیم شام در دو سه جای کوی چاشتن در دو سه جای کوی بودی بودی شام در گلی در دو خانه در گلی کوی بودی دیگه ماشاءالله اون از امام حسین داشتیم دیگه برکت توی خب آره آره دیگه اما یکی گفتش کم دیوال محرم مو نظر خود دبال دیگه آره. دیگه مکتی داشتی از بالای سر آره ما خدای نه مو مرکم به خدا دیگه مو که پیشی که ما رو خواندی و بیگاش میمدیم سر دیوار ما به وجه یک میشد چای کردیم دیگه بودی دیگه دوستا آره دیگه یعنی این محرم هم دیگه خلاص محرم خلاص شد دیگه نزدیک باز بخیر نزد دیگه بیبیش رشد دوستا خوندش دیگه بودیم اون بخیر و زودترین وقت دیگه باز دوباره با برنامه‌های بسیار جالب بود دیگه مایی دیگه انشالله دیگه انشالله دوستا بیشتر تشویق کنن که ما بتونیم که دوستا قد از ما عدد کنن احمد گشته دست داد نکنن دیگه ای آقای بلدین خیلی عزیز است دیگه اما به سلیم آقای من مادر سنا آقای من توش خط سنا مادر واقعا لطف کردن دیگه از مهربانی خود واقعا مهربانی خزمو دیریو نکرد دیگه تو دیگه نه کمی که آب سلیم آقای چکای خانمانی بهت نامت مامایی نه آقای تو باید گوست میدی مامایی بخیر آقای پشتا آقای آقای نه یاد اگر نه اومد سلیم خانه نبود اگر نه از نه او حرفای اون نگه یعنی که من شما در هر روز نماز ما واقعا خوشحال میشم بخیر مایی تو باشه آقای جان تشکر به خدای جانی خودتون شما این را خدای دنیا تشکر شکر که بخیر اونجوری به جای جاری شیخ موندونی دوستای عزیز یاد ویدیو دیگه طولانی میشه آره دیگه بخیرم طولانی میشه ویدیو دیگه تا ویدیو بعد دیگه بخیرم خداحافظی کنید دیگه دیگه خدا نگهدار دوستا دیگه سعی کن داوری نکنین خب نخواهش ما ناراحت نشین خدا